سلام دوستای گل، انشالله که خوب سلامت باشین. امروز میخوایم برای نمیشستن آماده کردم و اینجا روغن میریزم و میخوایم که مرغ آماده کنم. مرغ داخلش میندازم و میذارم که سر روغن فرد. وقتی کمی خوب صاف شد اینجا برای ما هم دیگه اینا پیاز و سیری علاوه میکنم و میذارم که دوتا خوب صاف بشن. بعدش توی جاتو برش علاوه میکنم. شیرین میباشه میگی کاش بیدار نشم. قصه ها هم همونطور و موسیقی هم اما قدر لذت بخش. کاش از بامیان زیبا نمی آمدیم از او جای زیبا. دوزاریم بازم بریم به طرف بامیان زیبای ما. یک پارچه دیگه هم به بند امیر ببرم. از همون تا سیغون تیر میشم اون طرف دیگه. خب صاف شد و شروع بکنم به گوجه گرم مورب علاوه میکنم. وای دم میتونم و جوری که میبینین دیگه چون رمضان است دیگه برای شبای رمضان برای بعد از افطار دیگه چیز آماده کردیم، شیر برنج آماده کردیم دیگه. اگه خواستین برای ما پیام بدین تا دستور از ایران براتون بذارم.
و دوستان ما حاضر شد دیگه. برای برنج ماندم که برنج ما کم کم آماده. خب که جوش کرد میبینم که نه. سطحی را آماده میکنم و دمش میتم. دم که دادم دیگه، جوری که میبینیم برنجم هم دم گرفته آماده شده دیگه. بله دوستا، اینجا زرشکم هم آماده کرده بودم و این را روش میریزم دیگه. زرشکم برش روش میریزم. غذاییم حاضر شده دیگه. ای دوستا، دیگه اول روز است. ما و دخترکم شوهرم خانه بودیم، خواستم که بندازی 3 نفر آماده کنم. بله دوستان، غذا حاضر است دیگه و میریم که خیر افطار کنیم.